مجبورم که به شاهنامه وفادار باشی که پدید آمد از دور چیزی دراز، سیاه رنگ، تیره تن، تیزتاز. ترجیح میدم به جای اینکه نظر خودمو بگم اول برم سراغ تعریف. اصلا میدونید کار کمدین چیه؟ کار کمدین اینه که با ایجاد یک فضای شاد و سرگرم کننده بتونه دیدگاه خودشو در مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و چیزهای دیگه بگه. کمدین ها میتونن اهداف مختلفی داشته باشن. یکیش مثلا اینه که مخاطبشونو بخندونن. یکی دیگهش اینه که به وسیله طنز بتونن مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و رو به نقد بکشونن. وقتی چیزی خیلی مقدس باشه یا تابو حساب بشه نمیتونیم بهش نقد وارد کنیم یا نظرمون رو بگیم. اما شوخی و طنز میتونه این ابهت رو از بین ببره و راه رو برای نقد و چیزهایی از این قبیل باز بگذارد. ببخشید یکم ادبی شدم. به طور کلی از قدیم الایام طنز به عنوان ابزاری استفاده می شده که بتونن تابوها رو بشکنن یا به مسائل نقد کنن. تا اینجا واسهتون یک سری مسائل پایه رو گفتم تا یکم اطلاعاتتون بیشتر بشه. اما چرا مردم به خاطر شاهنامه ناراحت شدن؟ مگه شاهنامه چیه یا چی داره؟ دوره‌ای که زبان فارسی در معرض خطر جدی قرار داشت و زبان عربی در حال رواج بود، فردوسی با سرودن شاهنامه به زبان فارسی دری این زبانو از نابودی نجات داد. و همینطور شاهنامه داستان پهلوانانی رو میگه که در برابر نیروهای اهریمنی مقاومت کردن و تسلیم نشدن. کسانی چون رستم یا کاوه آهنگر. به طور کل شاهنامه فقط یک کتاب شعر نیست. شاهنامه هویت یک ملت، قلب یک ملت و تاریخ یک ملته. حالا با توجه به اینکه یک سری چیزهای ارزشمندی به شما آدم‌های بیجادو یاد دادم و وقتمو گرفتید، این سوال رو مطرح میکنم و بهش فکر کنید. آیا این خانم یک کمدینه؟ اگر یک کمدینه، دوست داشته که شما به چی بخندید و این خنده باعث چه چیزی بشه یا به چی شک کنید؟ البته خیلی دوست دارم که نظر شخصی خودمو راجع به کمدی این خانم بگم، اما ترجیح میدم که خودتون فکر کنید. فعلا